سلام به همه شما دوستان عزیز. من برای شما شرکت شفافرما رو پیشنهاد می‌نمایم. حجامه برای هم زنها و هم مردها در شهر مسکو رایگان است. داروهای گیاهی برای معده، گرده، دل، اینچنین کرم ها برای نیست کردن مرشینه، نیست کردن داغ‌های روی و خراب شوی و فربه شوی، از همه مهم برای سفید شوی روی. بسیاری ازم من برای شما پیشنهاد میکنم. دستافکا به تمام شهر و ناحیه‌های تاجیکستان و روسیه رایگان است. درود میگویم به هر یک شما تماشاگران و مخلصان سامانه فرامناز لایف. امروز صحبت داریم با حاجی معروف. شما را خوش آمدید میگویم به برنامه با صحبت آزاد. زیرا زیادی از مخلصان از من خواهش کردن که با اکای معروف صحبت داشته باشن و یک چند سوالهایی که برای من روان کردن که من باید از شما بپرسم. و امروز با خواست خداوند با رضایت شما امروز آمدیم و انا همین مهمان کاشانه های شما شدیم و سلامت باشید. خب سراول خودتون را معرفی میکردید چگونه که مردم شما را میشناسند میدونن؟ سلام علیکم مردم، سلام با برادران غریب. با شما هستم حاجی معروف لیسی قنبه، یکی از پولدارای بلاگرای جمهوری تاجیکستان. این مایم برادر رو این پشت آمده شما دیگه جان بر باشخانه ما بیاین آمد و همه چی سوالی است که جواب میتونیم انشاءالله چی خودتون میگین جواب میدیم. خب سلامت باشین. من سر اول میخواستم که اویدی خودتان معلومات بدید. من چند سال هستید در کجا تولد شده؟ من اساسی معروف های شهر وحدت تولد شدگیم دهه سرچشمه سال تولدم از 1994 صاحب دو تا شربچه مادر مادر همش هست. بهتره. و میگفتید که انا همین سراولی که شما به اینستاگرام رو آورده و بلوگر شده از کجا سرچشمه؟ چی سبب شد؟ سببی همه یا این در اینستاگرام حادثه دوش دیگه برای چی من یک ویدیو فریدمش خواستم گفتم من ویدیو مرا در سایت ما یک کانال بود به نام حادثه دوش بود. اکنون نمیدونم کدوم اشتراک اما گفتم من دیدیم که من در تیک تاک بودم دیگر من ویدیو ها میکردم دیدیم که بسیار بچهای تاجیک کتی زنکی میپوشانند عکس میکنن میسوسو خواستم یک ویدیو کنم که مردم را چه پیمناد میکنن. اما یک ویدیو مرا در سایت شما یک دمی 200,000 پرسموت رو گرفت، کامنت‌های خوب گرفت و من را زنگ زد که مقصدی از سایت که بکرزن چی میتونی از چی مردم رو خوشون کنید دیگه و دیگه هم شد. خب انا همین از سلام برادران خودم را حاجی معروف قنبه ایش از کجا پیدا شد؟ چرا ماست قنبه و لیسی؟ که من مقصد سرم کلای بسیاری و کل میگفتم من مقصد مردم نخیلش چکلای مخلیص نمیترسه تر کل بگتی ولی خفه میشه. من این نام خودم در خودم موندگیم برای چی کلم قنبه برای اونا که قنبه یک چیزی که مقصد پلدار میگم. من پلدار نیستم، من سیگاری قدیم خیر افقای برام پلدارم میگم برای چی که همه وقت قنبه بگفتم ما همین جیم برای همون مرا پرانی نمیفهمم خیلی برادرای دو هم میگم برای چی که چیزی که میگی چیزی که میخوام کلیسی هم میگه چی نمیرسه برای شما میخوام که مردم بفهمم که بهتره. انا همین کابینت 14 از کجا پیدا شد؟ من همه ویدیوهای شما رو تماشا میکنم کابینت 14 نشان میدین چی معنا داره و اون من چه خصوصیت‌ها در این کابینت 14 است؟ کابینت 14 جایی هست که جایی خوبه چه نمیکنم یعنی نفرها بعضی کاراشو دست میکنن اونجا مردک‌ها بچه‌ای که بیرگردی مخلصان سامانه فرامناز لایف. به سهم همه شما میخوام یک چیز را برسانم که اون نفر نمیخوان از گرانیسه گذرن. برای همه شما اکای جورابه کمک میکند با ماشین های زمانوی شما رو برده میرساند و نگفتن نماند که من طول 7-8 ماه است که با این نفر اکای جورابه شرطنامه دارم و تا این جانب یگام نفری که از گرانیسه گذشته است شکایت نکرده است. پس اون نفر نمیخوان که از گرانیسه گذرن نویسن زنگ بزنن با نرخ ارزان با ماشین های زمانوی با دکمنت های پره شما رو برده میرساند. میخوام همون لحظه هایی که در اینستاگرام همون اطلاعاتی که میتین یکم تشا و طریقی که اون من کدوم رو که میکنه نه که اون در عموم بگیره جواب تن مردم هم بینن خیلی ریالی هم بینن. من مقصد ویدیو رو من نمیکنم مردم دما روی میکنن من میبینم مثلا کدومش سویش کنی بعد شرمنده کدگیه من خیلی میگیرم تلفنم دو وقت میام اینجا این برادرم که میگم من میرم خیلی تئاتر دادن در خود چیکار کنم
اون اول مثال خطی عروس ویدیو کده باید دیدیش که میخونه گلامت هم تو مای جا کابینت میدرو تو مایکر اپارت وقتی گلامت تو مایکر اپارت این برای کپکش نمیفرد تو بروکی جینس اپارت سیم برای گفتم اونجا خیلی داوش کرده دیگه گفتم اینجا میمونم که گفته کابینت درو من لیچنش کردیم کارو چی مقصد ما این که نگاه میکنیم جوش یک خدمت تشریعی که من تلفن گرفتم جوش یعنی که دبورش گفت بسیار وقتا گپا ما از یاد میکنم چات که سخنهای زور میدونم که هم که اینترنت میکفم کامera گیران میکنم هم چیزا یاد میره و دیگه هم که ده همین رو حالی ما و قدیمتی نمیستیم چخیلی که پیش میدونم موضوع نیستیم از گذشت دیگه نیستم برای چی اصحابم به حد مونده بچگی و خدا بسیاری برای میرسن بسیاری برای میکنم خیلی آدمی که دایی را بیشینه دایی کلش وزنی کنیم کابینت 14 وزنی میگه کابینت 14 را از برداشت نداره برداشت بعد یک سال آیدی همی چیزی که کردیم کابینت 14 موندن جواب دادیم یکم تایشی که زنگ زده باشم که جان ما بحث کردیم کفایه هم شیرگه برادرایی که یا تش زنگ زدگی پول نیست چه بلید کردگی پول همشه با واتساپ زنگ زدگی که اگر تمام ما هم رئیس محله ما را فریب کنیم که ما در جماعت اون کار میکنم خاطر بخون رئیس محله ما آدرسش از روش گرفته کنم چون پگاه اوتا تبکر پیدا میکنم پاک چوت شرمنده میکنم بسیار بسیاری شیرگی هم خیلی کلان وارد کردگی هم داجه کارتا تفاوت میفریم با و بلید کنم من یکی سیمت اگه تو ویدیو کو حضور پرس تمام راست ویدیو کو بخشش پرس بگو برادرو مقصد من دیگه همین کارا نمیکنم وقتی من شرمنده کردم تمام میکردم بسیاری زنگ میزدم با بود آدمایی که مثلا گفتم تو را سو میتیم بچه‌ها اینا میاد ولی بچه‌ها تو مردک میگیره با خدا قسم سو میتیم میگفتن تا درباره ما ویدیو کو همون جگه پیاده ما وقتی خرج نرفت نشدیم ایدام برآمدگی بود که مقصد من ترا یک سیمیت نرسیم یکم دفعه میتونه بود هم اکجام بود ما ریزویم چیزی مرا میرسی مرا سایت پاپولار بشه مرا صورت معلم شناسه این هم خیلی مردکو بود جواب میداد اگر همین چیزا هست اما هست با صورتشون هم با دفعهشون خب شما در سایت فقط در بچه‌ها اکثر میتونن در دخترها کم دخترها در اخیر مقصد رید کمیشو سلیش که میبادونه یا تا بود کو او که ما او خالی کلمه نیستیم که بخشتما هم گوشه بودشون یا که تایی پوشه توزه کنم این خالی سلیش که میباد در مادرها میرسن اما در اون سخن میکنم حتی دیگه دخترها در ما کارم هم بچه ها دو سر کردم کتای زنکی میبشون رقص میکنم بهتره میشه که اگه از این دایره اینستاگرام دور رویم وقتی برگردیم به همین دوره مطلب خانه دوره دانشجویی شما چی خواهد داشته است که لحظه های خاطرمان تا امروز بعدتون میاد میخوانده دوره مقطعی موندمه از سویری تا سی گشتیم خوندگی از سویری پولی گم بودم چطور باشتی؟ آخی سرم کردن اشلاق سرم کردن مکتبی یه اومدم یا رایون دیگه اومدم معلمی انگلیسی را خیلی طلبه گپ شدم اونجا زدم مایبون کردن اونجا عبرت سرم کردن چی میگن اما اتصال میگن چی میگن اونجا ها ماش دو به دایما گرفتم سیو کردم 3 و 4 موندم عبرت گرفتم در اون کاغذ برای حساب بیارسوسو بسیاری بعد غم میزنم طوری مکتب برآمدگیم کفتر خطی اومدم در تازمون یک کار چی کاری میشه چه کار میومد اول مرا میگه خیلی چی میخواد قبول شدیم میگم بس کنیم سبب که تا 8 را خواندگان اساسی فیلم 11 نگرفتگیم به سبب ندارم چرا ندارم ایسوی بیادبیه باش مرا حاجی میگن ملا میگن خیلی من ملا نیستم برادرم من نه ملای نه خوری من حاجی معروف خیلی حاجی شدیم انا همه در دایره که حاجی شدن حج رفتن چی بود نشد؟ ما خطی دوست مراد ویزیت داده بودم باید بای میرامدم این چیز ریال نبود بسیاری شوخی میفهمیدم بای چی؟ ما در این دوران معلوم خطی دون جوان مقصد ما باید یک به یک میزدیم جنگ میشیدیم باکس میکردیم ما ویزیت داده بودم تشکیل چی؟ این تنها بطل بین ما خمره که این سریوز بود سریوز نبود این چیز سریوز نبود ما رای در سوم میدادن مقصد ما این چیز سوم کار میکردیم یعنی که دوستی داره داره دوستی داره ما دوست مرا داریم ملا پا میخوایم خانم سلام در سرش تشتا و پشتا میکنیم صدا کشکی که پروردگارم خیلی بری دوست مرا
بهتره نگفتن که که معروف خطی میشنی فقط میخندی باور نمیکنی خب تو ما هم سیگاره مخمه سیگاره اصلا که نمیفهم یک از زیتی شد این وقتا بسیاری ها مرا میکنه نمیفهمن خیلی نمیکنن که این یک چیز برادر ها که مثلا همین دخترک هم در پوبلیک دیگه در حیات دیگه ما همه بلوگر ها هم ها یا خیره دما میرم آدم میگه ای برادر یا شوخی که بخنده من خیلی میزان میکشم من چی هم میگره تو میفهمی نمیتونم همین چیز کنم داره همون هر یک خدمی را پیشگری میخوام مرد گوری رفتارت نمیفهمم دیگه هیچ پرابلم چیز بهترین خود بفهمیده من که میگه که داره کودکتون فهمیده که چگونه بوده بعدا از اینستاگرام چگونه شده فهمیدیم کابینت 14 را فهمیدیم حج فهمیدیم ای بس کردن کنم فهمیدیم که در قریبی بس کردن که سببشون نگفتیم سببش کی با چی کار دست میزنیم بعد از انا اینجا بس کردن من میخوام که راست همین مردم ها بفهمون که انشالله با قریبی دو سال اگر منصور کارکام دیگه سر انشالله کارم حل شود ما دیگه یکم ماشینه که ساز بگیریم تاکسی بزنیم یکم کاری که مثال کار هست لوبای خطرم هم میامون با مثال یک کاری که میکنیم که دیگه میخوام یک کاری پرستای یک چیکار کار کنم یک هزینه یا نه در خدمت صورت نمیگیرم من تعریف نمیکنم ایمی دوشنبه اگر بزنم تا کلاب برم راحتیش هم بپلای من یا 200-300 آدم دیگه خدمت صورت میگیره خدا در طور سر هم دروغ چی دروغ میگه مثلا من میخوام که مردم همین چی خیلی قیمت پیش هم خیلی پرستای بودم هم خیلی مونده همین کار دیگه من در نمیشنوم برای چی که مادرم نارضای و وجه بسیاری برادران خیلی هم سوال میگم ایروی همین اینترنت میکنم من در پیش بودر کن خواهم نیستم بودر من سازنم بودم ایش زن میزن اینجا بیا و ایش زن میزن اینجا بیا اینجا بشنیم تنبال بچه ای هر روز ندیده بود سهر میگرم ساعت 1 شب میگرم بودر کنم سازنم بودم این چیزا میخوام بسش کنم میکنم بهترین خب صحبت بهترین با شما برای که او سوالی که مخلصان میخواستن برای شما بکنم فهمیده خب همیشه سوال رو دیگه بدم مادم من سوال اشتون پرسیدم بهترین جواب ها که اگر اگم سخنه که من به جواب باشه اگم سوالم به جواب باشه اگم سوال که شما میخواسته من نداده باشم برای مخلصان من اگم گفتنی ها داشته باشه اگر مرحمت این سوالای خوب دنیا هم سوالای شکل دیدم اکثر من میخوام که بچه‌هایی که دخترامون مایده این دختر مقصد عقلش کوتاه نه که ما مرده که برادرایی که این میندادوری روسیه ولی تاجیکستان خمولم بسیار شده مثال ویدیو میکنیم ما فلانی دیوانه چستونه بیا ما فلانی برادر ما مرده که ما ناموس داریم نکنیم التماس این چیز برای همون در این کرونا باشین الله نگهبانتان باشه بیاین همیشه با مهمونی و جای ما با اهل شما بشینیم بهترین حضور احمد سلامت بهترین سخنها بهترین جوابها و شدم که امروز مهمون برنامه ما شدین گپمون قدر کردین خدمت داریم سلامت باشین خب دوستان عزیز این بود سوال و جواب و صحبت آزاد با حاجی معروف تا برنامه‌های دیگر خداوند هر یک شما را نگهبان باشد خیر